سرخط خبرها. آمادگی امارت اسلامی به کاهش تنش‌ها در صورت اقدام مثبت پاکستان. ملا عبدالواسع میگوید که پاکستان یک گام بردارد، امارت اسلامی دو گام خواهد برداشت. تمرکز نشست شانگهای بر تهدیدهای منطقه‌ای و وضعیت افغانستان. امارت اسلامی میگوید که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه جهان نیست. و افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی. قیمت هر بشکه نفت خام برنت به بیش از $110 رسیده است. درود بر شما. به این ساعت میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز چهارشنبه 9 ثور 1405 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 29 اپریل 2026 میلادی. من فردین سیدی هستم. مشروع خبرها. پس از حملات جدید پاکستان بر کنر، رئیس دفتر ریاست وزرای امارت اسلامی در دیدار با نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان اعلام کرد که امارت اسلامی در صورت اقدام مثبت پاکستان آماده است دو گام در جهت کاهش تنش‌ها بردارد. او در این دیدار حملات اخیر پاکستان بر مناطق مسکونی و یک دانشگاه در کنر را محکوم کرده و گفته هدف قرار دادن غیر نظامیان غیر قابل توجیه است. نصران امیری گزارش می‌دهد. تنش‌های افغانستان و پاکستان محور اصلی دیدار رئیس دفتر ریاست الوزراء و نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان. در دیدار میان ملا عبدالواسع و ریچارد لندسی بر پایان تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و تقویت اعتماد سازی تاکید شد. رئیس دفتر ریاست الوزراء حملات اخیر پاکستان بر غیر نظامیان را محکوم کرد و بر حق افغانستان در دفاع از تمامیت ارضی تاکید نمود. دو طرف همچنین بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات، رعایت حقوق مهاجرین افغان، ادامه کمک‌های بشردوستانه و تقویت فضای اعتماد میان دو کشور تاکید کردند. نماینده ویژه بریتانیا در این دیدار گفته است که پیام‌های لازم برای کاهش تنش‌ها به پاکستان منتقل شده و بر اراده سیاسی برای پایان بحران تاکید کرد. اسلامي امارت د تاوتریخوالي پلوی نه دی، خو د افغانستان له حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع له خلکو څخه دفاع خپل حق بولي. نو موږ دا راز له نړیوالو په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو او بنسټونو چې د دغې شخړې د حل هڅې کوي وغوښتل چې حقایق په سمه توګه درک کړي او د ستونزې اصلي لوری په نښه کړي. برتانوي استازي وویل پاکستاني لوري ته څو ځله د باور جوړولو پیغام رسولی. نو موږ ټینګار وکړ چې جګړه د دواړو خواو ته زیان رسوي او باید د سیاسي ارادې له لارې د تاوتریخوالي د پای لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. از سوی دیگر در دیدار جداگانه میان امیرخان متقی و ریچارد لندسی دو طرف درباره وضعیت اخیر افغانستان و پاکستان، نشست‌های چند جانبه دوحه و برخی مسائل جهانی گفتگو کردند. وزیر خارجه با اشاره به بهبود وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور، بر سیاست تعامل مثبت با جهان و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها تاکید نمود. نماینده ویژه بریتانیا نیز بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و تداوم سفرها برای گسترش تعامل تاکید کرد. دیدار نماینده انگلستان با وزارت خارجه افغانستان یا وزیر خارجه افغانستان بسیار مهم است و بسیار یک فوق‌العادگی و اساسیت هم دارد، چون در این شرایطی که پاکستان بالای خاک ما تجاوز کرده، موضع‌گیری انگلستان در این مورد مهم است. همچنان افغانستان امروز ضرورت به کمک‌های بیرونی دارد. با این حال پرسش این است که نقش بریتانیا در کاهش تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد تا چه حد می‌تواند مؤثر واقع شود و هدف اصلی سفر نماینده ویژه این کشور به کابل چی بوده می‌تواند؟ دستگاه دیپلماسی بریتانیا حرفه‌ای‌ترین، زبده‌ترین دستگاه دیپلماسی جهان است. میتونه که بسیار کارها را انجام بده و بسیار گیری‌ها را بدون از که سر صدای از او شنیده شود بگشاید. اما بریتانیا در مورد افغانستان و پاکستان به تنهایی نمیتونه که همه مسائل حل کنه. در همکاری، در همسویی با کشورهای با نفوذ منطقه، بریتانیا قادر است که و
روابط بین افغانستان و پاکستان مؤثر واقع شود. این در حالی است که پس از توافق ارومچی پاکستان بار دیگر بر ولایت کنر حمله کرد که بر اساس آمارها در پی آن نزدیک به 90 تن کشته و زخمی شدند. این حملات با محکومیت‌های گسترده مواجه شده است. نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در بشکک با تمرکز بر تهدیدهای امنیتی منطقه‌ای، مبارزه با توریسم و افزایش همکاری‌های نظامی میان کشورهای عضو برگزار شد. در این نشست وضعیت افغانستان به عنوان یکی از محورهای نگرانی مطرح شده است. این در حالی است که امارت اسلامی همواره اعلام کرده که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری تهدید نیست و به هیچ گروهی اجازه نخواهد داد که از خاک کشور علیه دیگران استفاده کند. باز هم نصران امیری. تمرکز نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای بر امنیت منطقه‌ای. بشکک پایتخت قرقیزستان میزبان نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود. در این نشست وزیر دفاع روسیه با اشاره به وضعیت منطقه، حضور نظامی کشورهای خارج از منطقه در آسیای مرکزی را غیر قابل قبول خواند و وضعیت افغانستان را همچنان یکی از منابع تهدیدات امنیتی و جرایم فرامیلی عنوان کرد. با وجودی که روسیه افغانستان را به رسمیت شناخته، اما در سیاستش در قبال افغانستان همیشه مذبذب بوده و همیشه نگرانی ابراز میکنه. به جای از اینکه بیا موضوعات از نزدیک مطالعه بکنه، ببینه که واقعا در افغانستان توریسم هست یا نه، ولو زیادتر گپ پاکستان میشنوه. از سوی دیگر در این نشست وزیر دفاع پاکستان بار دیگر با موضوعگیری علیه افغانستان از آنچه استفاده برخی گروه‌ها از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان عنوان کرد، ابراز نگرانی نمود و بر اقدامات مؤثر علیه آنها تاکید کرد. پاکستان قسمی که در سطح بین المللی و منطقوی با افغانستان سیاست دوگانه را پیش میبره، در سطح بین المللی هم چنین نظریات منفیگرانی خود پیش میکنه که تا افغانستان در انزوای سیاسی قرار داشته باشه و امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشود. هرچند امارت اسلامی به تازگی درباره این موضوعگیری ها واکنش نداشته، اما پیشتر ادعاها مبنی بر ناامنی و حضور گروه های هراس افکن در افغانستان را به شدت رد کرده و تاکید نموده است که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ گروه داده نخواهد شد. با این حال پرسش این است که عدم حضور افغانستان در چنین نشست‌های منطقه‌ای تا چه حد می‌تواند بر روند گفتگوهای امنیتی و مدیریت تنش‌ها اثرات منفی داشته باشد. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کار وکړي چې ترڅو د دغو غړیتوب موږ ترلاسه کړو، په صورت کې به زموږ د نړیوالو سره یا بالخصوصا د شانګهای د ټولنې غړو هیوادونو سره به مخامخ نه خبرې ولرو چې ترڅو زر یو حال ته ورسیږو. نو دا چې په هغه کې داسې مسایل مطرح کیږي چې په افغانستان پورې تړلي نه دي، په افغانستان کې شته نه، خو چون هلته زموږ استازی نشته، نو هغوی چې هر څه وایي زوای متقابل نوی. این نشست در شرایط برگزار می شود که منطقه با بی‌ثباتی و چالش‌های امنیتی روبرو است. در این نشست بر تقویت همکاری‌های نظامی، مبارزه با هراس افکنی و افزایش هماهنگی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز تاکید شد. و در خارج از کشور، ابهام در مذاکرات تهران و واشنگتن بار دیگر سبب افزایش بهای نفت در جهان شده است. همکنون قیمت هر بشکه نفت خام برنت به بالای $110 رسیده و این امر نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. در همین حال نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه به دبیر کل این سازمان نسبت به توقیف کشتی‌های ایران توسط آمریکا اعتراض کرد. با افزایش نگرانی‌ها از ابهامات در روند مذاکرات تهران و واشنگتن، بهای نفت بار دیگر روند صعودی گرفته است، به گونه‌ای که صبح روز چهارشنبه در بازارهای آسیایی قیمت هر بشکه نفت خام برنت از مرز $111 عبور کرد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که در ایالات متحده بهای پترول به بالاترین سطح خود از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده است. در اوج نگرانی‌ها از افزایش بهای نفت، دونالد ترامپ رئیس جمهور
جمهوری آمریکا در نشست مشترک با چارلز سوم پادشاه بریتانیا با اشاره کوتاه به درگیری در خاور میانه گفت که ایالات متحده در جنگ با ایران خیلی خوب عمل میکند. او بدون نام گرفتن از ایران تاکید کرد که واشنگتن از نظر نظامی حریف خاص خود را شکست داده است. ما از نظر نظامی آن حریف خاص را شکست داده ایم. ما هرگز با آن حریف اجازه نخواهیم داد. چارلز با من موافق است، حتی بیشتر از من. ما هرگز با آن حریف اجازه نخواهیم داد که سلاح هسته‌ای داشته باشد. در حال قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یافته که سعید اروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه به دبیر کل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل نسبت به توقف کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا اعتراض کرد. در این نامه ایران بر حق خود برای مقابله با اقدامات آمریکا تاکید کرده و این اقدامات را غیر قانونی دانسته است. ایران همچنین از شورای امنیت خواسته که واشنگتن را به توقف فوری این اقدامات و آزادسازی کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال توقیف شده ملزم کند. دبیرکل سازمان ملل باید اقدامات امریکا در توقیف کشتی‌های تجاری و نفتکش ایران را قویاً محکوم کند. جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بین الملل حق کامل دارد در برابر این اقدامات گستاخانه مقابله نماید. این در حالی است که وزیر مالیه آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شده بود که با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، توانایی ذخیره‌سازی نفت ایران به حد اکثر ظرفیت خود رسیده است. با این همه ابهام در مذاکرات تهران و واشنگتن و تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی عامل اصلی افزایش بهای نفت و نگرانی در بازارهای جهانی است. آگاهان میگویند که ادامه این وضعیت میتواند به بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای انرژی و تشدید فشارهای اقتصادی در سطح جهان منجر شود. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما. تا این دم رسیدیم به پایان بسته خبری این ساعت میز خبر از آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.